سلام و عرض احترام خدمت دوستان خوب داوطلبان ارشد و دکترای رشته‌های معارف، فقه و حقوق، علوم قرآن حدیث و ادبیات فارسی که میدونم همیشه با درس عربی چالش دارید توی ارشدتون، تو دکتراتون حدود 20 تا 15 الی 20 تا سوال عربی دارید در حیطه ترجمه، ضرب المثل و صرف و نحو. و جالبه که میانگین کشوری عربی در رشته‌های فقه و حقوق، علوم قرآن حدیث، ادبیات فارسی و الهیات و معارف پایین 20%. یعنی خیلی به ندرت پیدا میشن در رشته هایی که اسم بردم بتونن بالای در واقع هولوش 20% درس عربی رو بزنم. میانگین کشوری در رشته هایی که اسم بردم در درس عربی 20% هست، یعنی خیلی به ندرت بالاتر از اینه. اما بنده بهنام رجایی فارغ التحصیل ارشد و دکترای رشته عربی که کارمون در واقع دروس عربی تخصصی از کنکور سراسری تا دکترا دارید در واقع رزومه بنده رو مشاهده میکنید. سالهاست در این حیطه فعال هستم. جهت آشنایی در ابتدای کلیپ گفتم قرار تو ادامه کار حل تست شما رو آسون کنم، اون قول عربی و شاخش رو برای شما بشکنیم و دیگه نگران حل کردن 10 تا 15 تا سوال عربی نباشید. و اتفاقا کسایی که تو رشته های شما بنده دارم باشون کار میکنم در واقع نتیجه هایی که میگیرن معمولا 50-60 به بالا دارن میزنن، چون واقعا 10 تا ترجمه و 10 تا صرف و نحو تو فقه و حقوق، علوم قرآن حدیث، الهیات و معارف و ادبیات فارسی کاری نداره. اینو در ادامه انشالله میخوایم نشون بدیم. من خیلی سر رزومه و اینها شما رو در واقع معطل نمی کنم، میخوایم زودتر بریم سراغ حل تستمون. این جلسه هم قرار ما حتما از فقه و حقوق و معارف شروع کنیم و حتما تو کلیپ های بعدی داخل کانال مؤسسه عربی محیا، داخل ایتا و تلگرام یا داخل همین آپارات میتونید شما مفصلا مشاهده کنید. قرار رشته های دیگرم عربیشون رو براتون تحلیل کنیم. خب اینو من ابتدا اول دفترچه نشون میدم. الهیات و معارف که بچه های فقه و حقوق هم همینو میزنن، اونا شاید بعضی اطلاع ندارن. این در واقع فقه و حقوق به علاوه معارف. جالبه ارشد و دکترای علوم قرآن حدیث هم اینجوره، یعنی این دکترایی که دارم واسهتون حل میکنم شامل این سه تا میشه: علوم قرآن حدیث و عربی. شما تماما این سه تا رشته تو این سبک و سیاقه. و جالبه درس ضریبداری هم هست در دکترای این فقه و حقوق و معارف. درس ضریبدار و جزء دروس تخصصی حساب میشه. اما گفتم میانگین بچهای در واقع این رشته ها در حالا ارشد دکترا، این دکترا الان پایین 20%. میانگین ما از کجا میفهمیم؟ از نظرسنجی که تو مؤسسه عربی محیا داریم میذاریم. اما بریم، من قرار کار رو براتون آسون کنم و بگم که واقعا اگه آموزش ببینید، اگه یک مدرسی که در واقع کار بلده به شما یاد بده، یا اینکه بیاید در واقع بتونید به صورت خصوصی یا گروهی ما توفیق داشته باشیم جلساتی خدمت شما باشیم، عربی رشته های فقه و علوم قرآن حدیث و ادبیات فارسی و حالا معارف، اینا رو به عنوان یکی از پر درصد ترین، یعنی بتونید بهترین درصدتون اینجا بزنید. خب روشی که من تو رشته عربی هم میگم و ابداع خودمه تو ایران در واقع داره جا میفته، روش در واقع کلمه به کلمه ستونیه. یعنی به جای اینکه بیای کل آیه رو بخونیم و جعلنا من الماء کل شیء حی، بعد بیای 4 تا گزینه هم کلی بخونی، اولا 4-5 دقیقه زمان رو از دست میدی، بعد احتمال خطات زیاده. بهنام رجایی میگه بیا چیکار کن در دوره های خودش، این که میگم بچه های فقه و حقوق، علوم قرآن حدیث، معارف، ادبیات فارسی که عربی سختشونه، میان با ما 10 جلسه 15 جلسه جمع جور میگذرونن و 60% 70% عربی میزنن. دلیلش اینجاست. میگم بچه های دکترا و ارشد این رشته ها جعلنا رو بلدید؟ فعلا زیرش خط بکشید. میگید آره، آفریدیم قرار دادیم، آفریدیم قرار دادیم. میگم جعله رو تو دبیرستان خوندی، قرار دادیم یا آفریدیم؟ میگید خب قرار دادیم دیگه، جعله قرار داد. میگم تموم شد و رفت. الان اونایی که گفته آفریدیم
ردش کن. یعنی گزینه 1 و 2 با قطعیت رده. تازه میتونید این جوابای منو با کلید پاسخ هم خودتون برید تطابق بدید. میریم جلوتر. من الماء موند گزینه 3 و 4. من الماء رو نگاه کنید. من الماء 3 از آب، این گفته به وسیله آب. خب من رو هممون میدونیم که میشه از، پس طبعا جواب گزینه سومه. به وسیله در اینجا خطاه و کل شیء حی. ببین شیء حی پشت سر همه. گزینه 3 که درسته گفته چیز زنده، این گفته هر چیزی زنده، یعنی فاصله بین این دوتا هم خطاه. کلن اگه توضیح نمیدم یا خلاصه وار توضیح بدیم این روش برای شما جا بیفته چقدر کشید؟ کلن 30 ثانیه هم نمیکشه. اینو در واقع حل میکنیم. خب آقای رجایی شما فقط همین یه دونه رو آوردی؟ همین یه دونه؟ نه، بیا تازه سخت‌تر از این آوردم. بریم مثلا حالا رندومی سوال 4 که سوال 4 تازه تعریبه. عذر میخوام ترجمه است ولی متون معاصره. خب بازم روش خودم، من میام به داوطلبم. حالا این یه چشمه از کل روش‌های منه. خوب دقت کنید. در ارشد و دکترای رشته‌هایی که اسم بردم خیلی راحت میتونید با 10-20 جلسه آموزش دیدن نزد ما یا تهیه کتاب گنجینه مختص رشته خودتون راحت اینو بزنید و 60% رو راحت به دست میارید به عنوان درس تخصصی. فالوقت الذی، در وقتی که زمانی که خب میریم جلوتر. تحت مفیه اصلا سخته، اب نداره، بیا صراعات رو زیرش خط بکش. بحران، درگیری ها، اختلافات، کشمکش ها. میگم بچه های رشته ادبیات فارسی، عرض به خدمت، فقه و حقوق، علوم قرآن حدیث، دیگه صراعات رو میدونید که جمعه. بچه ها میگن آره میدونیم آقای رجایی. میگم خب اونی که مفرده رو بنداز کنار. تازه بعد از این کلیپ حتما برید با کلیپ پاسخ رشتهتون تطابق بدید. 4 و 2 میمونه اینجا. 4 و 2. خب درست شد تا اینجا. 1 و 3 رده. بریم جلوتر با رنگ دیگه دوباره. تحت دم فیه رو اصلا نگاه کنیم. 2 گفته به بنبست میرسه، 4 گفته شدت میگیرد. گیرم که بلد نیستیم معنیشو. یکم هم بیا جلوتر. مراکز القوا. 2 گفته مراکز قدرت، این گفته مراکز قدرت. میایم جلوتر. بین دول. 2 گفته بین کشورهای طرفدار، این گفته بین کشورهای خواهان متطلعه. یعنی چی؟ یعنی خواهان. یعنی گزینه 2 هم خطا. 1 2 3 خطا بود. هم به بنبست میرسد خطاه، هم در واقع طرفدار سلطه میتونیم اینجا ایراد بگیریم و گزینه 4 گزینه صحیحه. بریم یکی دیگه واسه اینکه آسان تر بشه. اینم باز داشته باشید. اگه من سری پیش میرم ببخشید. میتونید حتما کلیپ رو حالت حالا تند بذارید یا یه بار دیگه بعدا نگاه کن. اگه من تند میرم یه بار دیگه نگاه کن. مثلا بریم یه دونه اعراب و تحلیل صرفی. من با یکی از داوطلبای دکترای رشته شما کار میکردم. گفت اصلا اینا رو من نمیزنم، میترسیدم. ببینید سوال 9 تا 10 چی رو میخواد. اولا صورت سوال رو دقت کنید. نگاه نوشته عین الخطا. 9 تا 11 خطا رو خواسته. حالا بریم سوال 10 خطا رو با هم پیدا کنیم. یکی از تکنیکا چیه؟ تناقضا رو ببینید. جیفه رو اینجا گفته مفرق، مستثنا مفرق و مرفوع. اینجا جیفه رو گفته خبر ما و مفرد و منصوب. آقا خود طراح اومده سوتی داده. اینجا گفته اون گذاشته رو جیفتون و اینجا اون رو نذاشته. یعنی جیفه بالاخره یا منصوب یا مرفوع دیگه، نمیشه هم 2 باشه هم 3. پس خطا بین ایناست. با توجه اینکه حرکت هم گذاشته رو جیفتون قطعا این خطاه. حالا توضیح میدم چرا. انت اینجا ما در واقع حرف نفی انت مبتدا جیفتون خبر حساب میشه. اصلا ما شبیه به لیسه اینجا نداریم. یعنی طبق تناقض فهمیدیم یا 2 خطا یا 3.
جیفه اینجا گفته مستثنی مفرق مرفوع چون بدل از خبر انت. چرا تازه دیگه شبیه به لیسه نمیشه؟ الا هم اومده و ایراد دیگه گزینه سه این که اصلا ما شبیه به لیسه نیست. اینم از این سوال. بازم میگم اگه تون میرم ببخشید یه بار دیگه میتونید نگاه کنید. یه سوالم باز کار کنم با شما که وقتی میگم 50-60% چرا واقعا میشه 50 و با دوره دیدن تو مؤسسه مهیا یا یک مدرسی که خب طبیعتا بنده بخش از رزومه خدمت شما نشون دادم، خود این باعث میشه که شما بدونید فردی که با شما کار میکنه تجربه رو داره. یه سوال از شما میپرسم، میگم لم رو چه فعلی میاد؟ شما میگی رو فعل مضارع. میگم آفرین، تدعو مضارعه، درست، مضارع. بعد میگم یادتون میاد که نون جمع مؤنث در مضارع حذف نمیشود، در مضارع حذف نمیشود، نون جمع مؤنث. میگید آره درسته حذف نمیشه. میگم خب این جمع مؤنث مگه نمیگی نش حذف نمیشه؟ میگی خب. میگم الان لم تدعو نه نداره پس قطعا به این گزینه نمیخوره. یعنی فعل این میشد لم تدعون. یعنی نمیخواد کل مبادی حفظ بشه. این تکنیکایی که میگم باعث میشه شما راحت‌تر به جواب برسید. یعنی چیکار کردم؟ گفتم مضارع جمع مؤنث نش حذف نمیشه. الان انتون نه زمیلاتو کن نه جمع مؤنثه، در حالی که لم تدعون نه نداره. پس نه نداره یعنی این یک به اون جای خالی نمیخوره. 4 تا سوال رو در عرض 10 دقیقه تازه آموزش دادم بهتون. یعنی داشتم صحبت میکردم، درسنامه هم میگفتم، روشم میگفتم، رزومه هم گفتم به شما. شد تا این لحظه 10-12 دقیقه. حالا فکرشو بکنید شما وقتی آموزش، ببین دوستان گل من، و این روش ها براتون جا بیفته، یکی از آسان ترین درس ها، ما داوطلب داشتیم بالاترین درصدش تو فقه و حقوق عربیش بوده، درس های دیگه شو پایین تر زده. خب میخوام برای اینکه مطمئن بشید از ارشد رشته شما هم 2-3 تا کار کنم و متفاوتم میخوام بیارم. ببین فقه و حقوق، باز میگم بچه های علوم قرآن حدیث و ادبیات فارسی هم همینه. ببینید این رشته هایی که اسم بردم، علوم قرآن حدیث، ادبیات فارسی، فقه و حقوق و الهیات و معارف، شما کلا صرف و نحو و ترجمه دارید دوستان خوبم. صرف و نحو و بحث ترجمه که ما تخصصمون اینه. در واقع بنده ارشد دانشگاه علامه بودم، در واقع تو دانشگاه بهشتی درس خوندم، یعنی لیسانس تا دکترام کلا عربی در چنین دانشگاه‌هایی بوده و رتبه‌های تک رقمی آوردیم. بیشتر داوطلبامون هم ارشد دکترا رشته خودمونن که درس‌های سخت‌تری هم دارن. حالا شما اینا رو واقعا براتون آسان سازی می‌کنیم، خیلی قضیه آسان‌تر میشه. توی ارشد رشته شما فقه و حقوق و علوم قرآن حدیث ادبیات فارسی اینا هم عربی دارید که 20 تا باز اینجا عربی است. از سال 26 شروع میشه. حالا من رندومی میرم ببینیم کدوم به پستمون میخوره. اینا هم انتخاب کردم، اتفاقا سوالای چالشی آوردم. ببینید ترجمه ارشد فقه و حقوق مشابه علوم قرآن حدیث و سایر رشته‌ای که اسم بردم. ببین این که به اثبات میکنم روش یاد میگیری، دقیقا همینه. الان نگاه کن، اتش جون به ید ترسون به اخرى. نیومدم کل جمله رو بخونم که بترسم نزنم تست رو خراب کنم. میگیم اتش جون، خب زخمی میکنید، خراب میکنید، میشکنید، خطا میکنید. آی رجایی من اینو بلد نیستم اتش جون، چی کار کنم الان؟ با روش من باز پیش برو، نگاه کن معجزه روشی که دارم بهت یاد میدم رو. حالا فکرشو بکن، این روشی که دارم بهت یاد میدم 1% از 100%یه که تو دوره ها داریم آموزش میدیم. به ید ازت میپرسم، میگم به ید معرفه است یا نکره؟ تو میگی نکره. میگم نکره تو فارسی ای میگیره، تو ترجمه فارسی دست، دست، دستی، اصلا چهارم کلا دست رو نیورده، یعنی جواب میشه گزینه 3 که دستی درست آورده، نکره آورده. این معرفه است غلطه، اینم دوباره معرفه غلطه،
4 بگو عدم ترجمه دست. عدم ترجمه. درست شد؟ سوال ارشدی که بچهای حقوق، بچهای علوم قرآن، بچهای ادبیات فارسی نمیزنن و ما اینجوری حل میکنیم. حالا برید با کلیدم حتما شما تطابق بدید. تازه این ارشد سختش هم آوردم و نگاه کن، احوا و کن محاض الحجاجت المذبوب و فلان. بریم یکی دو تا صرف و نحو باز رشته شما رو بزنیم. مثلا بحث تشکیل تو رشته های شما عربیتون، چیزی که میترسید اولا تو تشکیل تنها کسی که تو کل ایران گفته آقا تشکیل سوالاتش حالت داستانیه، یعنی اینا به هم وصله. الان بهت میگم چرا. اینو اولین و آخرین بار بهنام رجایی در واقع تو مؤسسه محیا گفته. یعنی چی؟ ببین یذوقو مفعولش طعمه، مفعول یذوقو، مفعول یذوق. خب یعنی الذین یربون اطفالا فی الرفاه ولا یسمحون لهم ان یذوقوا طعم صعوبت فلان، دوباره حیاتها الا به مساعدت الاخرین الی آخر. حالا خطا رو نگاه کنید، این یه نکته. پس توی در واقع بهنام رجایی به چند تا نکته میگه درباره تشکیل. اولا در واقع اینا داستانواره، مرتبط به همه، گزینه ها مرتبط به هم. یه نکته دیگه، این نکات رو حتما یادداشت کنید. نکته دیگه، خطا میتونه در وسط یا آخر کلمه باشه، یعنی وسط هم باید نگاه کنید. الان خطایی که گزینه سومی دیگه ایرادش چیه؟ مساعدت غلطه. این مگه باب مفاعله ما تو عربی نداریم؟ مفاعله باید بشه مساعدته، یعنی این غلطه. فما اسمرم که صیغه تعجبه، صیغه تعجب بعدش یه چیز منصوب میاد، این صیغه تعجبه. این شد 2 تا خطای گزینه سوم. آقای رجایی همینا رو حفظ کردی؟ نه، اتفاقا ما توی دوره هامون بچهای ادبیات فارسی، حقوق، علوم قرآن، رشته رو میگم برای اینکه بدونید تو همه اینا هست. هم جزوه آماده کردیم برای شما عزیزای دل، هم کلاس حالا آنلاین خصوصی گروهی با قیمت‌های بسیار پایین. یکی دیگه هم حل کنیم، ما سر این جلسات تمام اینا رو تحلیل میکنیم. این حالا 20 دقیقه نیم ساعتی که الان واسهتون گرفتیم یه نمونه ایه، به قول غیظ من فیض، یه تیکه کوچیکیه. مثلا سوال 42 رو ببینید، میگه مصدر مؤول مشخص کن که مرفوع باشه. ببین میخوام در یک دقیقه از این لحظه، بذار من فونتو اوکی کنم، تو 1 دقیقه میخوام بهت بگم، تو 30 ثانیه بهت میگم چیا مصدر مؤول ایجاد میکنه. لو، ان، ان ناسبه، اینا جمله رو میتونه به مصدر ببره. درست شد؟ حالا اینایی که اینجا داری زیرش خط بکش، اینا مصدر مؤولاته. ان ناسبه، ان، ان ناسبه. حالا ترجمه کن ببین کدوم حالت مرفوعیه. یک میگه اگر خطا کرد امید دارد. میگیم چه چیز را بهش امید داره؟ این را امید داره که ایشالله درست بوده باشه، یعنی مصدر مؤول مفعوله. 2 میگه یاد کرد که، میگیم چه چیز را یاد کرد؟ یاد کرد که کتاب، مثلا بخشی از کتاب بخش دیگه‌شو تایید میکنه، یعنی این را یاد کرد مفعوله. میگه لا یرا نمیبینه، چه چیز را نمیبینه؟ این آقا مفعولشه. اما در اینجا حالت رفعی داریم، در واقع گزینه 4 این مرفوعه. حالا آخر این داستان و کلیپ رو باز میذارم، این مرفوعه چون تحویل به مصدر میره و میتونه مبتدا یا این آخرش میسپارم به شما یا فلان باشه و مرفوع باشه. خب و نکته پایانی من برگردم خدمت شما عزیزای دلم، این که ما برای عربی رشته شما چند تا نکته عرض کنم. عربی رشته شما رو ما تا حدود 60% تضمین میدیم، گرچه بودن افرادی که 70-80 با دوره های ما زدن. خب با محیا
عربی شما تا حدود 60% به بالا و اینکه هم کلاس خصوصی به علاوه گروهی داریم، هم در واقع میتونید کتاب گنجینه مختص رشته‌تون رو از ما تهیه بفرمایید. آدرس اونم تو کل شبکه‌های اجتماعی اینه @عربی مهیا. اینم خاطر مبارکتون باشه. انشالله که ما بتونیم بهترین خودمون رو برای شما عزیزای دل ارائه بدیم. همیشه بدرخشید. حتی نخواستید کلاسی هم بیاید یا به عنوان مثال آموزشی هم ببینید، خود عربی مهیا رو در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، ایتا، تلگرام، روبیکا، بله و خود سایت مهیا رو دنبال کنید. کلی مطلب رایگان مخصوصا برای رشته شما عزیزان قرار دادیم. همیشه بدرخشید. یا علی در پناه